سلام دوستان عزیز. امروز ما در این ویدیو به شما طرز استفاده بری فعل اتکریت یعنی باز کردن را در امر کردن یا اینکه فرمان دادن به شما نشان خواهیم داد. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، چنانچه شما میدانید فعل اتکریت مصدر فعل ما به معنای باز کردن می باشد و اگر ما بخواهیم فعل خود را به طرز امر کردن استفاده بریم یا اینکه فرمان دادن، ما از دو نوع کلمه استفاده برده می توانیم که یکی از آن اتکرای می باشد و نوع دیگری از آن اتکریوای. و دوستان عزیز، هر دوی این کلمه ما یک معنی دارد و معنای آن باز کن، بکشای، باز کن می باشد. و فرق بین اتکرای و اتکریوای در آن است که اتکرای در حالت استفاده برده می شود که ما از انسان با خواهش داریم این درخواست را میکنیم. یعنی مثلا اتکرای اکنو پاجالستا بسیارتر با کلمه پاجالستا یک جای استفاده کرده می شود. یعنی در کلمه ما خواهش کردن می باشد. یعنی به انسان امر میکنیم که باز کن پنجره را لطفاً. یک طرز خواهشی می باشد. و اتکریوای در حالت استفاده کرده می شود که ما از انسان خواهش نمی کنیم، به آن فرمان می دهیم که باز کن اتکریوای اکنو، یعنی باز کن پنجره را. در کلمه ما خواهش وجود ندارد و این دو کلمه را ما در شخصان استفاده می بریم که از ما خرد هستند یا اینکه ما آنها را می شناسیم. اگر با کسانی که ما آنها را نمی شناسیم بار اول دیده باشیم یا اینکه با کسانی که از ما بزرگ هستند استفاده بریم از کلمه اتکرایتی یا اینکه از کلمه اتکریوایتی استفاده میبریم که هر دوی اینها نیز معنای باز کنید کمی ادبانه تر می باشد. و چنانچه گفتیم اتکرایتی از روی خواهش می باشد، یعنی با خواهش به انسان می گوییم که پنجره را باز کن یا یگان چیز را باز کن، از روی خواهش می باشد. اتکریوایتی فرمانی می باشد، با شخصی که ما را نمی شناسیم استفاده می بریم ولی سخن ما سخن فرمانی می باشد. و اکنون ما تلفظ این را در یک ویدیو کوتاه با شما نگاه خواهیم کرد. Открывайте.